دست در نکنه. خواهش کنم. این ماژیک ما هم بده فقط. دست در نکنه. آقا این چیز کنید، شما رو آقا هم بگیرید. خوبید شما؟ ما از شما خیلی سال زیاد گزارش گرفتیم. مدیر گفته شما رو بگیرم ما میایم بازار زنگ بزنید. اون احمدی نژاد اگه بود قطعی میومد. احمدی نژاد بود قطعی میومد. آقا همه بیکارن. آقا هست. همون ایران میدونی از دفتر رئیس جمهور همه جا به من زنگ زدن. به خدا. آمریکا دمت گرم خوب گفتی. برای منافع کشور که مشکلات کشور حل بشه. اگر آقای احمدی نژاد بود الان کشور شده بود ونزوئلا، قحطی اومده بود کشور. چرا همه رو لیست بده پرسپولیس هم که سوراخ همه رو صفر. برو آقا پرسپولیس صد جدول. برو. خب میدونم احمدی نژاد اگه بود الان 7000 تومان بود. ببین چی اگه احمدی نژاد بود همه کار می‌کردن. همه پول ببین ونزوئلا ده فجر دست بزنید. اصلا شما صفر چیه؟ همه رو زیر منفی بدید. شما که سنتون بالا هستش، ریش سفید هستین، بزرگتر از ایشون شما نمیدید. مفهوم آزادی یعنی چی؟ یعنی انتخابات. شما انتخابات. مردم سلام، دهه فجرتون مبارک. امروز اومدیم بین مردم تا ازشون نمره بگیریم درباره شعارهای انقلاب اسلامی، ببینیم این شعارها چقدر تحقق پیدا کرده. با ما همراه باشید با آرمان پلاس شهر از آرمان تیوی. آقا این ماژیکو بگیر دسته، به هر کدوم اینا نمره بده. آخر سر 2 تا از شعارها رو بنویس اینجا از 0 تا 20. استقلال چند میدی؟ استقلال شد 20. استقلال چرا دادی بهش 9؟ چون من 20 سال تو آلمان زندگی کردم، بعد استقلال نداریم. استقلال وقتی معنی استقلال من اینجوری میفهمم که دیگران بهمون احترام بذارن. استقلال چیه که بهش دادی 8؟ استقلال یعنی این که شما بایستی مستقل باشی. استقلال زمانی بگیم ما یک کشور مستقلی هستیم که از همه بابت رو پای خودمون وایسیم. ما وقتی آب خوردنمون به برجام بستگی داره، پس ما هنوز به استقلال کامل نرسیدیم. استقلال تو خون ما ایرانی‌ها هست. ما هممون می‌خوایم مستقل باشیم. زیر بار زور هم نمی‌شیم. من شما رو بگیرم می‌خوای در بری. اصلا زیر بار زور نمیریم. آزادی رو 15 میدم. یه سری آزادی‌های مشروع ما به صورت اجباری شده. مثلا حجاب. آزادی تا وقتی که به مشکل خاصی نخوردی، خب آزادی، این حسو داری. ولی موقعی که به مشکل میخوری و اون مشکل برطرف نمیشه، برات گرونتر تمام میشه، اون موقع میگی که اصلا آزادی نداری. آزادی فردی، آزادی اجتماعی. ده. آزادی یعنی این که شما به عنوان ملت یه رئیس جمهوری انتخاب میکنی، قدرت اینو داری که نقدش کنی. آزادی اینو نشون میدین؟ آره من نشون. واقعا یکی از آزادترین کشورهای دنیا هستیم. چرا 2000 تا مغازه هستش، هر کدوم یه قیمتی برای خودشونه. از این نظر حتی میگیم آزادی، یه مش دختر بسن میریزن تو خیابون که ولنگار بشن و این صحبتا. در صورتی اصلا آزادی این حرفا نیست. توی ایران نه، هر کسی برای خودش الان اینجا راحت رد میشه، به جمهوری فوش میده میگه 0، به استقلال میگه 20، مثلا آزادی میگه 10. این خودش یعنی چی؟ وقتی به آزادی فهم جنبه مثبت آزادی داریم یا جنبه منفی شما؟ نه، من میخوام بگم به مردم که بهتر از کشور خودمون جایی نداریم. جمهوری چرا 16؟ جمهوری رای نمیدی؟ آره. چرا 16 بس؟ همونجا که میام رای میدم بیرونش میاد و به ازای 10 تومن رایشو میفروشه. میام میخرن همونایی که میام. دیگه بعد دست خودشه دیگه، میتونی رایشو بپوشه بخره. همون که میخره کیه؟ همون که میره نماینده میشه. بالاخره یه عده دوست ندارن جمع و جور باشن، یه عده خانومامو دوست ندارن حالا آنچنان حجاب خودش دوست نداره، میگه دوست ندارم. نمیتونیم من فشار بیاریم سرش. اینو یه خورده شک دارم. بحث اسلامم 18 میدم. 18. این 2 نمره کسرش بالاخره 100% اگر می‌خواستیم اسلامو انجام بدیم الان باید اینجا حوزه علمیه بود دیگه. اینو یه خورده شک دارم. اسلامی ببین ما جامعهمون داریم نتیجه میگیریم. خب یعنی یه فلش بک میزنیم عقب، میایم یه ترازی میگیریم از اعتقاد و باور مردم نسبت به گذشته و حال. خیلی ساده است.
الان شما فضای مجازی، فضای واقعی جامعه، خب ما چطوری میتونیم بفهمیم که جامعهمون الان اسلامیه یا نه؟ از مساجدمون. شما وقتی میری مساجد موقع اذان شاید چند تا سن بالایی که باورهای قدیمی اسلامی نه اسلامی برای اینکه سید جمال الدین اسدآبادی گفتش که من رفتم اروپا مسلمون ندیدم ولی اسلام دیدم. این اسلام به این نیست که اسمش فقط تو ایرانه، اسلام به عشق و محبته. مردم عاشقی نداریم نه؟ نه اصلا. بنویس این دوتا هم که هرچی به ذهنت اومد دیگه آزاد میتونی بنویسی. شروع کن. کار، واقعا کار صفره. اینم 10. کار. در امنیت چرا 20 به اضافه 2؟ امنیت همه جا به هم ریخته، ما نه توی کشور ما آرامش داریم. 1. تا دیگه چیا بنویسیم؟ امنیت 20، عدالت هم که آرامش 9 فرهنگ 15 فرهنگ رفاه. آفرین رفاه بهتر. واقعا هیچ. 1. قدرتمون چند؟ اینم 20. اما معدل نمره های مردم توی استقلال معدل شد 15.43 توی مسئله آزادی شد 14.25 و توی مسئله جمهوری با معدل 12.87 و قضیه اسلامیت هم کمترین معدل آوردش 10.37. معدل کلم شد 13.23. اگه مسئولین به وعده هاشون عمل کنن مردم و ما تو تموم صحنه‌ها حضور پیدا کردن واقعا 20.